مقدمه ای که در اینجا شروع میکنیم الاصول الثلاثه. اولا تعریف لغوی او را سخن میگوییم. عقیده چی معنا دارد؟ پس کلمه عقیده از ریشه عربی گرفته شده است. به معنای بستن، گره کردن، پیوست و استوار نمودن را در بر میگیرد. ما عقد پیوند میگیم. چیزی را که سخت بسته می شود و محکم گردانده شده است. عقد از عقد گرفته شده است. از همین سبب اعتقادی باطنی انسان را عقیده میگویند، زیرا آن در قلب سخت و مستحکم بسته می شود. مثلا عرب ها میگویند که عقد الحبل، رسمان را بست، یا که عقد القلب علی شیء، قلب را با چیز پیوند کرد یا که بست، یعنی استوارانه آن را پذیرفت. اما در اصطلاح علمای اسلام عقیده اعتقاد و اعتماد قلبی به حقیقت هایی است که با قلب و زبان و عمل تصدیق کرده می شود. یعنی با قلب تصدیق کردن و قبول نمودن، با زبان ابراز نمودن کلمه شهادت و با عمل مطابقتی کردن آن با رفتار و گفتار و کردار و با اعتقاد. پس عقیده این بنیادی اساس دین اسلام است، اساس دین انسان است. اگر عقیده درست باشد عمل نیز درست و قبول می شود، ولی عقیده فاسد باشد، فاسد شود یا که فاسد یابد، عملها نیز به سستی می روند، بر فسادی و بر نابودی می رسند. عقیده با علم و یقین به دست می آید، نه با تقلید و گمان. عقیده با علم، آموزش علم و یقین داشتن در کلام الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم با دست آورده می شود، نه با تقلید و گمان ها. پس عقیده درست انسان را چگونه می فهمیم؟ پس عقیده درست انسان را با توحید که کتاب الله بیان کرده است و ایمان به پیامبران، کتاب‌های آسمانی، فرشتگان، قضا و قدر، روز قیامت و دیگر اصول‌های ایمان که علما رحمهم الله تعالی بیان کردگی هستند. پس عقیده همان گره یا پیوند قلبی است که استوار و جدا ناپذیر از انسان میباشد. آن اساس ایمان و پایه تمام عبادت و معاملات انسان است. پس عقیده میتواند صحیح باشد، میتواند نادرست باشد، درست و نادرست باشد، وابسته بر آنچه که انسان کسب کرده است، آموخته است. اگر با راه درست، راه شرعی، راه نیک را انتخاب کرده علم را آموخت، پس البته که عقیده درست را انتخاب می‌نماید. اما اگر راه زلالت الله گمراه را از اهل بدعت علم را گرفت، حتما که عقیده نادرست را در خود کسب می‌نماید. پس از اینجا می‌فهمیم که اهمیت کتاب از آنجاست که آن اساسی ترین علم برای الله، شناخت الله سبحانه و تعالی و شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم و شناخت دین را با شکل ساده و روشن با دلیل‌های قرآن و سنت بیان می‌کند. پس این علم بنیاد همه علم‌های دیگر است. علم عقیده و توحید علمی است که تمام علم‌های دیگر بر وی بنیاد می‌گردند. اگر این علم از بین رفت، دیگر هیچ علم، هیچ دانشی برای انسان فایده نمی‌رساند. بدون این علم عقیده و توحید نه اسلام مستحکم بوده میتواند، نه عبادت ها و نه حیات مسلمان.